سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. محمد هستم و با یه داستان دیگه در خدمتتونم. اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید و میایید که از این کانال منتشر بشه، به پیج اینستاگرامی ما که در همین کانال پیوند شده بفرستید. سلام دوستان، سینا هستم از زاهدان. داستانی که میام بگم شاید اصلا ترسناک نباشه، ولی تا اون جایی که ذهنم یاری کنه بدون جزئیات میگم. من زمین شناس هستم و کارم اکتشاف معدن هست. یه مدت توی شرکت کار میکردم. کارم نظارت حفاری بود. دوستانی که اطلاع دارن میدونن، برای عزیزانی که نمیدونن میگم. حفاری به دستگاهی هست که لوله‌ای به قطر 10 سانت رو میفرسته توی زمین و سنگی که برش میده رو زمین شناس باید مطالعه کنه و نظر بده. بگذاریم. محدوده‌ای بود سمت کرمان. اسم منطقه رو نمیگم. در حال حفاری بود. نزدیک محل حفاری یه اتاق که خیلی قدیمی بود که بچه‌های حفاری اونجا استراحت میکردن، ولی همشون متفق قول میگفتن حواست باشه، اینجا اصلا نباید بخوابی وگرنه جنی میشی. در حدی که برای نگهبانایی که شب میموندن اونجا کانکس آورده بودن ولی کسی توی اتاق نمیخوابید. من هم اصلا اعتقادی نداشتم به این حرفا، نه اینکه اعتقادی نداشته باشم، ولی میگفتم تا وقتی کسی کاری نکرده باشه چرا باید اذیت بشیم و این حرفا. یه روز در حین کار خیلی خسته بودم. هوا هم خیلی به شدت گرم بود. گفتم من میرم یکم بخوابم. رانندم به هم گفت مهندس نهاویا. گفتم برو بابا، این چرندیات چیه میگی؟ وسط روز چه اتفاقی میاد بیفته؟ خلاصه رفتم و روی توشک داغونی که اونجا بود دراز کشیدم. کم کم چشم گرم شد، ولی همه چیزو میشنیدم. حواسم کامل سر جاش بود. حتی صدای دستگاه رو کاملا میشنیدم. یه لحظه به خودم اومدم، دیدم گوشه اتاق وایسادم و دارم خودم رو میبینم. خوابیدم. یکی از بچه ها اومد توی اتاق، آب خورد و گفت ما هرچی میگیم نه آب گوش نمیکنه. مرد کی خول همش رو آدمه. یهو اتاق محو شد و همه چیز محو شد و حتی صداها. من بودم وسط بیابونی که هر لحظه داشت هوا گرمتر میشد. گرمی هوا به جای رسید که چشمم داشت تر میشد. از شدت تشنگی منم همش دنبال ماشین و بچه ها میگشتم. خلاصه دیگه نتونستم و روی زانو نشستم. واقعا گفتم دیگه تموم شد. همه چیز رو توی همین افکار بودم که دیدم از گرمی هوا داره کم میشه. نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته، ولی شرایط داشت کلان عوض میشد. سرم آوردم بالا، دیدم از دور یه نفر داره به هم نزدیک میشه. چشمم تر میدید، اصلا درست نمیدیدمش. وقتی اومد بالای سرم دیدم یه خانم هست. بهش گفتم خیلی تشنم. دستشو دراز کرد و یه کوزه توی دستش بود. مثل قحطی زده ها ازش گرفتم و همه آب توی کوزه رو خوردم. وقتی هم که حالم سر جاش اومد بلند شدم و کوزه رو گرفتم سمتش و نگاش کردم.
میتونم به جرئت بگم تا الان خانمی به این زیبایی توی عمر 34 سالم ندیدم و نخواهم دید. در حدی که یک لحظه نزدیک بود اختیارم از دست بدم و بغلش کنم. هر جوری بود جلوی خودم رو گرفتم و سرم رو انداختم پایین و تشکر کردم. ازم گرفت و گفت چرا آمدی اینجا؟ گفتم من نمیدونم اصلا کجا هستم. خندید و گفت بیا بریم روی اون تحت سنگ بشینیم. منم پشت سرش رفتم و نشست کنارم. اصلا جرأت نگاه کردن بهش نداشتم چون میدونستم کنترلم از دست میدم و سرم پایین بود. داشتم با سنگ ریزها بازی میکردم. گفت چرا بهم نگاه نمیکنی؟ گفتم هیچی، همینجوری گفت شماها چرا حرف گوش نمیکنید؟ میدونی اگه شانس نداشتی و من نمیدیدمت چه اتفاقی وسط میافتاد؟ گفتم میمردم. گفت خیلی بدتر از مردن. اگه یکی دیگه از ماها پیدا میکرد الان خیلی اوضاع خوب نبود. گفتم از ماها؟ گفت من آدم نیستم. ترسیدم و فهمیدم قصه چیه و من کجا هستم. اونجا بود که توی لحظه به همه حرفایی که میزدم که من نمیترسم و اینا فکر کردم و دیدم چقدر زر مفت میزدم. این دفعه بلندتر خندید و گفت نترس. به خودم مسلط شدم و یک شدم و گفتم مگه من چه کار اشتباهی کردم که بهان اذیتم کنم؟ بدون اختیار اومدم اینجا. گفت نه با اختیار اومدی. چند نفر بهت گفتن توی اون اتاق نهاب؟ هیچی نگفتم. چند لحظه سکوت بینمون بود تا اینکه گفت تو با بقیه فرق داری. گفتم چطور؟ گفت اگه اون چیزایی که لحظه اول تو ذهنت بود انجام میدادی اینجوری باهات حرف نمیزدم. جا خوردم. سرم آوردم بالا و نگاهمون گره خورد و بهم نمیشد سکوت کرد و نگاهش کرد. به خاطر همین بهش گفتم ممنون به خاطر نجاتم دادی. اگر نمی اومدی معلوم نمیشد چی میشد. دیگه حرف نمیزد و فقط با چهره جدی نگاهم میکرد. نمیدونم چند دقیقه تو اون حالت بودیم ولی من واقعا حس خیلی خوبی داشتم که یهو بلند شد و گفت محمد وقت رفتنه. من شاسکول حتی یک لحظه به این فکر نکردم که این اسم منو از کجا میدونی. بلند شدم و گفتم بازم ممنون. یکی از دستامو گرفت و گفت به اسم فامیل مدیر عامل شرکت و صاحب محدوده بگو اتاقکو خراب کنه. یادت نره چی گفتم بهت و اینکه دیگه اینجا ها نیا، چون هم واسه تو بد میشه هم من. با انگشت اشاره دست اون یکیش زد و به پیشونیم و من پریدم از خواب تا بیدار شدم. کفش پوشیدم و رفتم سمت ماشین. ننشستم. همه چیز رو به صورت تیتروار نوشتم که یادم نره. اومدم پای دستگاه پیش بچه ها. دیدم همه دارن با لبخند نگاهم میکنن. یکیشون گفت مهندس اذیت که نشدی؟ گفتم نه چطور؟ گفت خوابیدی دیگه. گفتم نه خوابیدم، یکم خسته بودم رفتم دراز کشیدم. نشون به نشون که فلانی اشاره کردم به یکی از بچه ها. اومد آب بخوره و یه فحش ریزم به ما داد. چشماش گرد شد و گفت به خدا منظوری نداشتم مهندس. گفتم مشکلی نیست و رفتم سر کار. خودم چند روزی همش توی ذهنم بود
با این قضیه بالا پایینش میکردم که اصلا راجع به این قضایه به مدیرمون حرفی بزنم یا نه. چه برخورد میکنه؟ میهنده بهم یا اینکه موعد جلسه گزارش ماهیانه شد و رفتیم کرمان دفتر شرکت. بعد از جلسه خیلی دو دل بودم که برم پیش مدیر عامل یا نه، ولی به خاطر آب و برخورد خوب اون خانم نمی‌خواستم بعد احدی کنم. دلو زدم به دریا و وقتی همه رفتم پیش مدیر و گفتم دکتر یه پیغام داره واسه تون. گفت از طرف کی؟ گفتم وقت دارید؟ چند دقیقه قصه‌اش مفصل هست. نشستم و کل ماجرا رو براش تعریف کردم. گفتم الان میگه برو قرصاتو بشور و بعد بخور، ولی خیلی با دقت گوش میداد به حرفم. آخرش با هیجان گفت پیغامش به من چی بود؟ گفت اتاقکو خراب کنی. تکیه داد به صندلی و نگاهم کرد. گفتم دکتر برای شما هم اتفاق افتاده؟ گفت بهت میگم چون ماجرای خودت رو بهم گفتی، ولی گل بده به کسی نگی. گفت اون اوایل که زده بودم تو حد ثبت و فروش محدودهای معدنی، یک شب مجبور شدیم به خاطر دوری از شهر و اینکه دوباره فردا باید همین راه رو برگردیم توی همون اتاقک بمونیم. شب خوابیدم از زبان اون بنده خدا توی عالم خواب دیدم یه سری حیوانه شبیه کفتار ولی هیبتی 3 برابر انسان و اینکه روی 2 پا میدویدن و دارم دنبالم میکنن و بلند اسم صدا میزنند. هرچی میدویدیم نمیتونستیم فرار کنیم. فقط گریه میکردم و خدا میکردم که نرسن بهم. یه مقدار که توی همون حالت گذشت دیدم صدای اون حیوانه داره کم و کمتر میشه و وقتی بهشون نگاه کردم دیدم فاصلمون خیلی زیاد شده و یکم خیالم راحت شد. وقتی برگشتم دیدم یه خانمی جلوتر از من وایساده و داره بهم نگاه میکنه. رفتم سمتش. وقتی رسیدم بهش دیدم زیباترین زن جهان جلو میستاده. هرچی با هم با لبخند صحبت میکرد هیچی نمیفهمیدم و فقط محو صورتش شده بودم. یه لحظه بی احتیاط به سمتش رفتم که بغلش کنم. اصلا دست خودم نبود. چیزی نمونده بود برسم بهش که یهو همون خانم با غضب بهم نگاه کرد و دیدم گردش بلند شد و تغییر چهره داد. شاید 3 برابر اون حیوانه بود. با چشمای قرمز انگار رنگ خون از کنار تمام دندوناش آب دهنش میچکید. من هشکم زده بود و فقط نگاش میکردم. گرش های آروم میکرد. خم شد و صورتش آورد نزدیک صورتم و گفت کافیه یه بار دیگه توی این اتاق بخوابی و اینجا ببینمت. همون لحظه از خواب پریدم. دست و پام یخ کرده بود. نمیتونستم تکون بخورم و دیگه هیچ وقت جرئت نکردم اونجا بخوابم. و بعد از این که افرادی هم که اینجا خوابیده بودن حرفایی زدن. با اتفاقاتی که براشون افتاده بود مطمئن شدم اونجا یه قصه ای داره. هر بار میخواستم اون اتاق رو خراب کنم پیش خودم میگفتم نه این دفعه میخوابم و نمیذارم اتاق
اتفاق قبلی بیفته، ولی ترس بهم امون نمیداد. تا همین لحظه تو اولین فرصت رفتید کارگر بهتون میدم، اتاق رو خراب کنید. و بعد از این مقدار صحبت دیگه خداحافظی کردم و اومدم. چند روز بعدش چند تا کارگر آوردم و اتاق رو خراب کردیم. بعد از گذشت چندین سال از اون جریان میگذره. هنوز که هنوز هست نمیتونم به اون اتفاق فکر کنم.